نماز عبادت است که از روز بلوغ تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض است. اول چیزی که تو را راست میکنن بپرسن همینه، نماز تا ادا کردی یا نکردی؟ کسی که نماز نمیخونن نورانی نداره. نماز انسان اصلاح میکنه، نماز انسان نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. تنها نماز است که نور میبخشه. برادر بزرگوار، نماز برای مؤمن ها یک فرض موقتی است، یک فرضی است که حد و حدود دارد، سرحد دارد، وقت دارد. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح مسلم ثابت شده است گفتند که صلی الصلاه لوقتها، نماز را در وقتش ادا کن. و در حدیث جبریل آمده است که وقتی که نماز به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض شد، روز اول جبریل آمده در نماز پیشین به پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول وقتش امامتی کرد. بر نماز عصر، شام، خفتن، بامداد و روز دیگر از نماز پیشین شروع در آخری وقت نمازها و پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد. مسلمان کسی است که برادر جواب میگه. مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن. نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدش برانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک الصلاه. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، من کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بی از مردی بی نماز، او بری آدم، تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبض سون حیف میکند. صدقی 3 همون قبضی سون شود، 20 متر 22 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گور کنید، صدقی کفن شود. مردم ای پشت کردیکت دارن بدبختان در نماز شب که خش تمارش شیطان میکنن، در نماز شب که یار و رفیق شیطان میکنن، در نماز جنازه شرکت نمیکنن. این خبر ابلغ شده. او کسایی که نماز نمیخونن نورانی نداره، او کسایی که از نماز از عبادت خدا میگذرن میگریزن، این روز اندیشه نمیکنن. شبی روز بسرش میآیم. همین جوانمرد بیمار نبود، سالم بود، مرد بسیحتی و بیماری کار نداره، پیر و مسافر نبود، میانه عمر بود، مرد بسین و سالی تو کار نداره. عجل مقدر است از جانب پروردگار. او که عجل آمد نمیگه که تو جوانی، نمیگه تو سالمی، هست نو بگیرم. وای به حالت روز سیاه میشه و اون حالت که در نزد خدا و در نزد پیغمبر تو هیچ یک حجتی نداری. خاصتا نماز ای مسلمانان. فرق بین مسلمان از کافر جوانای خوب با نماز قرار دادن. کدام نماز نمیخوانه با این حدیث رسول اکرم شما کافره. پیغمبر خدا میگن العهد الذی بیننا و بینهم الصلاه. فرقه که ما امت قرآن، ما مسلمان ها را از کافرها جدا میکنن این نماز است. کافرها در پیشانیشان کافر نمیشه شدگی نیست. برای چی ما کافر میگیم؟ برای چی نماز نمیخونن. از این سبب هر تاجیکی هم که نماز نمیخونه وی هم کافر است. وی مسلمان گفته نمیشه، وی تاجیک میگیم یا ازبک میگیم یا لقای میگیم یا امریکایی میگیم. کسی نماز نمیخونه و کافر است. بنده که نماز نمیخواند وی با خدا رابطه ندارد. بنده که نماز نمیخواند وی فرمان خداش بجا نمیبیارد. پروردگار هر روز شما را امر کردی است که بندی من نماز خوان. وقتی که صبح دمید امر الهی بالای تو نمیبیاد و اقیم الصلاه.
وقتی که پیشین درآمد با فرمان خدا بالای تو نمیاد و اقیم الصلاة نماز عصر شد باز فرمان خدا تکرار می شود و اقیم الصلاة نماز خوان. تو در یک روز 5 بار فرمان خدا رو به جا نمیاری، چگونه شرط نداشته خود مسلمان بگیری؟ پدرای عزیز، شما بچه هاتان 1 بار 2 بار 4 فرمه دمتان نگیرد از بحری همون بچه بیزار بشه، همون بچه را از خانه پیش میکنه، برای چی خدا شما را از بندگیش محروم میکرده؟ مگر شما خدا محتاج شما هست؟ حضرت مولوی میگد خوب گوید الحمدلله جلد خنزیری به من تا نگشتم آدمی در بین انسان به نماز. ای شرمنده ها، ای خدا زده ها، خوب از شما بهتر است. خوب حمد خدا رو میگونه که پروردگارا من خوب کردی، من در نظر آدم ها بسیار بدنما کرده نشان دادی، اما الحمدلله که به نماز گم نکردی. فهمیدی زده گپی منه؟ این حکم خدا است، این حکم پیغمبر است. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. خدا بگه نماز خوانه، به سبب نماز بخواندن خدا تا کافر نکنه. نماز نمیخواندگی بنده خواه مرد خواندن خواهرایی که ندای منو مثل شما در پیشگاه خدا از زناگارم بدتر است، از آدم کشم بدتر است. بنابر نماز این فرقی بین مؤمن و کافر است. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خدا میگه وای برای اون نماز گزارهایی که نمازشان رو قضا میکنند. وقتی که نماز رو قضا میکرد میگه خدا تهدیدی به ویل کرد، تهدیدی به هلاکت کرد، تهدیدی به کبیر فرد کرد. حال نماز نمیخواندگی چی میشود؟ خیال نکنه که مسلمانی مانند دینی مسیحی مارید همین نام مسلمانی های نکاح دارد و خدایی دارد و جنازه همین. نه، مسلمانی این نیست، این فریبکاری است. خواه مرد خواه زن، خواه جوان و خواه پیر کسی نماز میخوانه، نماز برای وی در قبر و شم نور ای. قبر باقی از باقی جنت ای برای نماز خانها و چقریه از چقریه دوزخ برای بین نماز ها. کسی نماز نمیخوانه وی نور نداره، قبرش نور نداره، قبری وی چقریه از چقریه دوزخ است. کسی نماز نمیخوانه وی حجت و سند نداره برای بنده مؤمن در پیشگاه خدا. کسی نماز نمیخوانه وی از دوزخ نجات نمییابد، نجاتی نمییابد. و این بی نماز اگرچه بچه ایشان است، اگرچه بچه مقصوم است، اگرچه داداش ماماش نماز خوان بود، خودش بی نماز ای. رسول اکرم در وکان یوم القیامه مع فرعون و هامان. روز قیامت همراه فرعون ای، همراه هامان ای، همراه قارون ای، همراه ابی بن خلف ای. اگر شما این 4 نفر نشناسه، به نمازا شما روز قیامت همراه زید ده، همراه ستان ده، همراه کلبرگ ده، همراه انگلیس ده. شما همراه اونها هستی. 5 وقت نماز. ای ناجوان مردا، 24 ساعت خدا در اختیار شما داد. 12 ساعت شب، 12 ساعت روز. این 5 وقت نماز اگر شما وقت جدا کنه 10 دقیقگی وقت جدا 50 دقیقه بشد، یعنی 1 ساعت در 24 ساعت شما بندگی خدا رو میکنه. 23 ساعت در اختیار خدا هستی، مگر همین 1 ساعت هم بندگی نکنه سزاوار هستی خدا بندگی خدا کنی؟ شرم نمیداره؟ شرم نمیداره از همین خدا نمسون؟ پیغمبری بزرگوار ورق زدم، باور کنید 80% صحابه پیغمبر حکم به نماز به کفر کرده. 80% پیغمبر اصحابش به نماز کافر اعلان کرده. من لم یصلی فهو کافر، من لم یصلی فهو کافر. کسی نماز نمیخونه کافره. او کافرای ابد قدرت در پیشانشان کافر نویسگی نیست. وقتی ایمان به خدا نداری، وقتی فرمان خدا را اجرا نکردی، من حالتت اون خدایی که امر کرد که نماز خوان نخواندی، منم میبرمت پیش او. بنابراین لازم من میخوام از برادراش پرسم که مردک نماز میخوان نمیخوان. راست بگه میخوان نمیخوان؟ نمیخوان. بینه بنده های خدا امروز پیش خدا را چی جواب میگوید؟ من میپرسم نماز میخوان، من دیگر از دستم هیچی نمیبیاید. من فقط دعا میکنم خدایا رحم کنه که در حالی بنده الانی بنده با جسم و جسد پیش تو میرود. خدا میپرسه که من چرا گفتم نماز خوان؟ محمود نماز خواندی نخواندی؟ چی جواب میگی برادرای عزیز؟
بسیار سخت است. پیغمبر خدا گفتن همه سوال جواب دادن میتونه، لیکن یک رکعت نماز قضاش جواب گفتن نمیتونه در پیشگاه خدا. ای بنده های خدا، نماز خانه، از نماز دست نکشه، از نماز بیزار نشوه. نماز برکت ای، نماز فیض ای، نماز نصرت ای، نماز هدایت ای. نماز والله شما را از این کریزیس اقتصادی رها میکنه. نماز میدانه که این بلاها از روی چی بالای این ملت آمد، میدانه که این قدر غم و اندوه و کسل و درد بالای این ملت برای چی آمد؟ برای که مردم از نماز دور شدن، از جماعت دور شدن، حرام خور شد این ملت، حرام کار شد این ملت، از خدا دور شد، از ایمان دور شد، از قرآن دور شد، به ستر شد، به حیا شد. خدا بلا را بالای این ملت آورد. بنابراین لحاظ برادران عزیز، اکنون من نپرسیدم که نماز میخونه نمیخونه، حالی بعدی من خدای این میپرسد. خدا که صاحب بنده میپرسد من رب که خدای تو کیست؟ ربی الله. این خدا را سجده نکرده باشی میتونی که بگی ربی من تو هستی خدایا؟ میتونی که بگوی؟ نمیتونی برادری عزیز. ترس و واهمه قیامت وزبین است. پیغمبر خدا عبدالله ابن عمر از کتفش قپید کشید، گویا یا عبدالله ابن عمر انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر. این قبر یا باغی از باغ جنت یا چقری از چقری های دوزخ. چیکار کنم یا رسول الله این قبرها باغ جنت شود؟ پیغمبر خدا گفتند شما میخواید قبرتون باغی از باغ جنت باشد، انمی 5 وقت نماز در مسجد با جماعت بخونه. 5 وقت نماز بخونه برادرای عزیز، وقت شما را نمیگیرد. نماز نجات شما هست. اگر والله این مردک نماز میخوان با تعبیر قرآن قد افلح المؤمنون والذین هم عن صلاتهم خاشعون، با تحقیق نجات یافتن مؤمن ها. و چی؟ به منصب، به کرسی، به ماشین خوب؟ نه والله، به خواندن نماز با خشوع و خضوع نجات یافت. بعد نماز، بعد نجات میابی. و الا بیدان که در پیشگاه خدا ذلیل و خار میموری. ای بنده، اگر نماز نمیخوانی، اگر خدا را سجده نمیکنی، خار و ذلیل میموری در پیشگاه خدا. بنابراین لحاظ پیغمبری خواهیکم حقی ما با همچون بنده خدا، همچون یک مؤمن جنازه کردن است، با امیده که همین مردم گویند که اللهم اغفر لحینا. خدای اگر نمازم که نخوانده باشد، اگر روزه هم نگرفته باشد، اگر تو را اطاعت و فرمان برداری هم نکرده باشد، امید دارم که این بنده را از عذاب کردن خدای تو هیچی نمیگیری. پروردگار درگاهی به نیازی تو چنان وسیع است، رحمتی تو چنان وسیع است، وسعت رحمتی کل شی، رحمتی تو تمام عالم فرا گرفته. امید دارم که با سبب دعای این مستفیده و به سبب دعای این جوانا و به سبب این دعای این جوان مردای مسلمان که الان از عبادت تو برآمدن، پروردگارا شاید دعایی که از ما را قبول کنی و به حال همین بندت مهربان شوی، همین بخشی. با همین امید جنازه میکنیم و اللهم اغفر لی حینا و میتنا و شاهدینا و غایبینا و صغیرنا دعا میکنیم. اصل جنازه دعاست، دیگر از دستمان هیچی نمیبیاد. دعا کنه که خداوند تبارک و تعالی این بنده ای که الان از جانب ما به سوی رب و پروردگار فرستاده می شود، که الان روح این در پیشگاه خداست، الان روحش در محاکمه و محاسبه خداست، در کرسی جنایت نشسته، خدا محاکمه و محاسبش کرده است. پروردگار سهل و آسانی را براش نصیب بگردان. خدای خانه قبش و خانه عروسی گردان. خدای درگاهی تو چنان بے نیاز است و رحمتی تو چنان زیاد است که اگر این بندتم که رحمت کنی، از رحمتی تو چیز کم نمی شود. امید داریم که تو رحمت نکنی. خدایا قبرش باغ از باغ جنت گردان. اگر یگان امر خیره، اگر یگان بار تو را از دل شکسته و دردمندیش اگر الله گفته باشد لااقل بسم الله الرحمن الرحیم گفته باشد، امید دارم که به سبب طفیل همون بسم الله گناهش بخشیده باشی. پروردگار گناهایی که از این بنده تو از ما سر زده باشد، از روی سهو و نادانی و از روی تکبری و غرور اگر گناه کرده باشیم، گناهی همه بندگانت را ببخش و بیامرز. در برابر بخشش گناهی بندگانت این بنده فوتیات را خدایا ببخش و بیامرز و پروردگار راه دور و دراز قیامت را براش سهل و آسان گردان. برای خانوادهش، برای فرزنداش پروردگار صبر جمیل عنایت فرما و برای شما اشتراک کنندگان جنازه ثواب قرات و قراتن نصیب گردان. آمین یا رب. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی جنازه که می آمد می پرسی حق الله و حق العبد. حق الله
نماز و روزه آخی چی رو پرسیم؟ ای مردم، من میگم حق الله نماز خوانده نخوانده، بچهش میگه نخوانده، چیکار کنیم؟ خدا تو شاهد باش آخی، این داغ و درخت شاهده، صدای من همه شنیده است. حق الله نماز خوانده نخوانده، عاجزیم هممون، هیچ که شاهدی نمیتید. رسول الله گفتن کسی نماز نخونده جنازش نکنه. چیکار کنیم؟ گپی پیغمبر گیریم در بلا میمانیم، گپی پیغمبر نگیریم خدا ما را وعید کرد شده. چیکار کنیم؟ این ملاها چیکار کنن؟ به نماز گر خفته باشد تو مرا پرسش مکن، دومی سگ بهتر بود از شومی هر به نماز. در کتابا میخونیم ملاها هم از خوانده 4 کتاب، میگه به نماز اگر مرد او را جنازه نکنن، به نماز اگر مرد کفنش نکنن، به نماز اگر مرد در گورستان مسلمان رهش ندهند. حکم قرآن، حکم اسلام، ما نمیتونیم این حق پوشانیم. آنچه که خدا گفت رسول گفت همین. لیکن باز من میگم که ما همچون بنده مؤمن جنازش میکنیم. حق الله نماز و روزه و سایر عبادت کرد نکرد خدا غفور و رحیم است، توکلش به خدا میکنیم. اما حق العبد اگر ما بود از یگان کس قرضدار باشن شما به عهده میگیره. اگر به دلیل حجت بیاین من فرزندا برادرها دست پیش بر به عهده میگیرتیم. لیکن کسی که از این آدم قرضدار و قرضای آدم هم بیاره بسپره. برادرها در شما بسیار سهلنگاری میکنیم. قرضدارا را میپرسیم نه که کسی از این قرضدار باشد نمیبیاره، با کی مر مگه هم مرد رفت دیگر. نه، شما هم که قرضدار باشه قرضشو بیارید در واریساش بسته من بچه‌هاش سرون باشه. کسی را اگر در کوچه و همسایگی و برادری و دوستی آزار و غیبت کرده باشد، ناراحت کرده باشد، مردم قومی تردی با بخشیدیم همین آدم ها. خدا بخشنده ها را دوست می‌داره. خدایا بازم سفر دور و دراز قیامت براش آسان بگردان، خانه قفش، خانه عروسی و خانه عمل خیر بگردان. پروردگارا روحش را پروردگارا به سبب دعای مسلمانان وارد شدن برای جنت خدای استوار و تیارش بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا. برادران در نماز تنبلی نکنه. آنهایی که در پشت جنازه صدای من اگر بشنوند در نماز تنبلی نکنه. والله این روز که آمد دیگر پشیمان میشه، پشیمانی ندارد. سود بعد از خواب گردیدن نه خاک شد، نفس تا می تپد در تن بکن فکر عبادت را. تا زمانی که جان و دتنت حرکت داره فکر مردن تکن، فکر رفتن در درون تابوت و درون خاک تا بکن. برنده خدا همه من و شما میمریم. این نیست که این مرد من و شما باقی ما نمیره. کل من علیها فان، همه میمیرن. پادشاه ها میمرن، بای ها میمرن، ظالم ها میمرن، متکبر و کافر ها میمرن، دنیا بدستا میمرن، ملا و ایشان ها میمرن، همه میمرد. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تنها باقی میماند رب الله جل جلاله. بس دیگه کلی من شما هممون میمریم. امروز نوبت این است، فردا نوبت من است، فردا نوبت کسی دیگر است. بنابراین برای مرگ آماده شویم، تیار بینه، کمر همت ببنده. آنجایی که دعوتی رسمی پروردگار که شد لبیک گفتن و رفتن در کار، دیگر علاج نداریم. آماده جنازه شو. فکر میکردیم که بینماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بینمازی ما را وارد دوزخ کرده است. دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. این حدیثی طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بینماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. این حدیث پیغمبر خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهدی من، پیمانی من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتون نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر.